خب ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ عشقم خواب میگه آره بریم چه پریده جان بودیم زیر آب با کل این دنیا بی حساب الان روشونه یکی چشم خواب باید منو بده کی نجات برگرد اون آرزو همونی که گفتم پل میایی که پایین میشه اینجا اصلا میاد اینجا نگاه کنین این میشه بولوار ورودی طالب میبینی اونجا زده اصلا همونو برید داخل میشه طالب میشه طالب نه میشه بولوار که میشه گمرک و اسکله و این حرفا و احسن از این پل که اومدید پایین نگاه کنین این همون پله الان این همون پله اینا همه پلای تاریخی هستن این همون پله از همون پله که اومدی از همین پله که پایین اومدی از این کوچه که بری میشه مناره همون کوچه رو بری ادامه بدی میخوره اسکله اسکلتون که تموم شد دوباره میتونی همین راه رو برگردی بیای بری این اسکله دوباره ما امروز اومدیم انزلی بعد گلوی من که هنوز گرفته قدم گرفته الان اومدیم انزلی گردی اومدیم خونه رنگی ها رو ببینیم اینم بچه ها بعد بریم یه انزلی رو بگردیم ببینیم چه خبر ما بریم سمت یه اسکله این ور یکم عکس بگیریم یعنی یه عکس ما سرویس کردیم واقعا بعدش هم اون سمت تو اون کوچه یه مناره داره خیلی قدیمیه مال دوران ناصرالدین شاه اگه رفتیم سمتش ازش ویدیو میگیرم دیگه همین دیگه Arkadaşlar biz şimdi AVM'ye gidiyoruz. Kaspiyen AVM. عزیزم آنتالیا نیست Çok انزلیه alışveriş yapıyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hadi bay bay. بیجا evet ya خب آنتالیا نمیده انزلی بوشیم خرید بکنیم ما هیچ فرقی خواست میام بزنیم Mazenlerdi ve koyalım. زیبا بوده مطمئن بچه ها ما الان سرده سرده یه این خرید ریز داشته باشیم بعد ببینیم خوب پیدا میکنیم بخریم و این داستان رو دیگه دور بزنیم امروز قشنگ زنونه اومدیم بیرون ها خرید نریدیو خرید کنیم. بچه سگ سلام آقا مایمو متاسفانه آخرین روز رشت ما اومدیم شهرداری بعد یه سری خرید مرید کردیم سوغاتی و اینا خیلی دور بزنیم بعد بریم زیبا سرای چایی آخرمون رو بزنیم خیلی ناراحتم دارم از رشت میرم واقعا صدا هنوز برنگیده شما متاسف بعد دیگه من میدونم من که خیلی دلم واسه رشت تنگ میشه شما هم دلتون تنگ میشه خیلی رشت دوست داشتنی بود خیلی زیاد بعدش هم که ساعت 3 دیگه باید برم به سمت تهران اینم زیبا سرا و آخرین چایی و خدافظ رشت بچه ها یه بای بای با بچه ها یوتیوب داشته باشین
هی گایز خران غریب خدافظ